سلام دوستان، به این ویدیو خوش اومدید. شاید بگی این چیه؟ من چرا نیدرایتی هم اون بیلده چیه اون پشتمون؟ دقیقاً این قرار قسمت دوم باشه، ولی بنابر دلایلی تمام ویدیوهای این قسمت قرار بود ضبط بشن و بعد ادیت بشن، نصف نیمه ضبط شدن. نمیدونم شاید مشکل از رکوردر بوده و علاوه بر اینکه نصف نیمه ضبط شدن، تمام شماره گذاریاشون اشتباهه. یعنی مثلا این ادامهش ممکنه اینجا باشه، بعد ادامهش اینجا باشه، بعد یهو از اینجا سر در بیاد. از اونجایی که تمام ویدیوها، یعنی لاشه ویدیوهایی که زنده موندن، به قدر نیست که بگیم آقا میشه یه ویدیو از توش در آورد، بس تصمیم گرفتم در حد همین ویدیو بیام توضیح بدم تو قسمت دوم چیکار کردیم، چون بقیش نابود شده. هدف قسمت دوم قرار بود این باشه که ما بیایم توش فول ندرایت میشیم که موفقم شدیم. ما تو مرتبه اول اومدیم با بد ندرایت پیدا کنیم که دیدیم خیلی سخته. بعد رفتیم دقیقاً اونور یک کیر پرفارم واقعا عظیم ساختیم و کلی هم متریال اونساش جمع کردیم که این فارم برف هم اصلا برای همین ساختیم که متریالای جزو متریالای اون بود. از اونجایی که آرمونامون نصف نیمه بود و تقریبا داشت میشکست، یه ست کاملا جدید خریدیم و ست قبلی رو اینجا گذاشت و خب اون کیر پرفارم آیتماش از هوا ظاهر نمیشد. ما به کلی سنگ نیاز داشتیم و یه سنگ فارم به شدت قوی ساختیم که برای قشنگی توی یه دونه استون بریکر جاش دادیم. بعد از اینکه همه این کارو کردیم، یعنی تو مرتبه اول رفتیم استون بریکر رو ساختیم، یه دونه فارم استون اتو کامل فول اتوماتیک داخلش. بعدش هم رفتیم اونجا کلیپر فارم رو ساختیم، رفتیم کلی سند جمع کردیم و کلی TNT درست کردیم. با TNT ها ندر رو ترکوندیم و منطقا ندرایت پیدا کردیم. ندر آپگرید رفتیم گشتیم، زجه زدیم پیدا کردیم و با کلی زجه زدن دایموند پیدا کردیم و بابت 10 تا ندرایت آپگرید یه استک و 16 تا دایموند دادیم و یه خوی ندرایتی ساختیم که قرار بود تو ویدیو فان باشه، ولی چون عادتا ویدیو خراب شده نیست. ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما. این خلاصه کل قسمت دوم بود. شاید با خودتون بگید چقدر کم، چرا این شکلیه، ولی من دیگه ولی اشتباه نکنید، قسمت دوم کم نبود. قسمت دوم که ویدیوش خراب شد حاوی جمع کردن و ساختن متریالای این فارم بود به علاوه استوریجش و جمع کردن و بیلد کردن این استون بیرکر که حالا زیرش هم زیاد جالب نیست، ولی خب در کنار اونا AFK کردن داخل خود استون فارم هم بود و ساختن اون کریپر فارم واقعا عظیم که ما اومدیم و وسط دریا تقریبا دریاچه ساختیم که وقتی اونجا وای میستیم ما به اینجا اسپان نشه، کاملا قدرتمون منعکس بشه و کلی هم سند از اون بخش برای TNT جمع کرد. از اونجایی که فارم ما با اسنو گولم کار میکرد، ما نزدیک کلی بایوم اومدیم باز کردیم، کلی گشتیم تا به زور این گوشا برف پیدا کرد و اینجا توی ویدیو معلومه، ولی این سازه که اینجا میبینید ما یه حیوان خونگی پیدا کردیم. یه خوک بود، آره یه خوکی که حرکت جالبی مثل این دوستمون انجام میداد. من برای چون چانکش لود نمیشد من گرفتمش، بعدن شاید بریم سراغ. و آره خودم خیلی دوست داشتم ویدیوشو بذارم ولی نشد. خلاص که خیلی ممنون این ویدیو رو دیدید و سری براتون مهم بود. و در آخر هرچند این شوفونده ای از قسمت دوم بود و قسمت دوم خیلی مختلفی داشت، ما رفتیم داخلش یه دونه بسشن هم حتی لوت کردیم. بسشن لوت کردن یه بخش ازش بود ولی هیچ کدوم درست حسابی رکورد نشد که من ازش ویدیو بگیرم. آره دیگه حرفی نمیمونه. خیلی ممنون ویدیو رو به عنوان چوپونده از قسمت دوم قبول میکنید، ولی این قسمت دوم نیست. این قرار بود قسمت دوم باشه. قسمت دوم در راه است. تا یه ویدیوی دیگه بدرود و حتما چنل رو ساب کنید که ما امید داشته باشیم به قسمت دوم. مگه نه گاو بدبختی الان مردی عجب شمشید ندرایتی قوی. تا یه قسمت دیگه بدرود، ما رفتیم، بای بای یو.